یه حرکتی روی اونس جهانی طلا داشتیم روز گذشته، یک حرکت شارپ روی به بالا. میریم روی چارت، تایم فریم 4 ساعته هست. چارت رو میبینید. این محدوده $4000 هست که سقف سنگینی شده بود برای طلا و این نوسانات مثلثی شکل رو زیر این محدوده $4000 داشتیم. اینجا به این صورت یک مثلث جمع شونده بود و توی تحلیل قبلی اونس جهانی طلا این دوتا فلش سبز رنگ رو کشیدم و گفتم هرچی که به سر جمع شونده این مثلث نزدیک میشیم احتمال اینکه قیمت یا از بالا یک جهشی داشته باشه یا پایین زیاده. پایین مثلث همونطوری که میبینید شکست و یه حرکت رو به پایینی زد، ولی این حرکت فیک بوده. ما انتظار داشتیم که تا محدوده $3860 حداقل قیمت پایین بیاد که این اتفاق نیفتاد و مجددا قیمت رو به بالا رفت. این محدوده $4000 رو قوی شکسته و تا $4142 الان که چهارشنبه صبح هست قیمت طلا بالا رفته. به نظر میاد که فلش سبز بالا جهت اصلی باشه، اما بازم باید صبر کرد ببینیم که سمت و سوی طلا چگونه خواهد بود. اون چیزی که به ما الان میده تأییدی بر اصلاح ABC در این ناحیه هست. ما یک حرکت شارپ صعودی در این کانال آبی رنگ داشتیم. من یه مقداری نمودار رو جمع‌تر میکنم. توی این کانال آبی رنگی حرکت خیلی با شیب تند داشتیم. 2 تا قله این بالا تشکیل شد در $4380. گفتیم دیگه 5 موجی ما اینجا تموم شده. 5 موجی کوچیکمون که تو دل موج سوم هست و این اصلاح ABC موج چهارم این نارنجی های توی پرانتز، این شماره 3، این شماره 4. احتمال دادیم که این حرکت ABC موج 4 باشه و مجددا صعود طلا شروع بشه، اما طلا وارد یک محدوده رنج شد در این قسمت و منتظر موندیم ببینیم که آیا به سمت 3700 حرکت میکنه یا مجددا روند صعودی خودش رو ادامه میده و اهداف بالاتر 4400 رو در پیش میگیره. چیزی که الان داره نشون میده یک حرکت صعودی قوی هست. احتمال اینکه فلش سبز رنگ بالا فعال شده باشه بیشتره، ولی باز هم ما عجله نمی کنیم، منتظر میمونیم. اطلاعاتی که الان به ما اضافه کرده تایید این ABC مون هست. ABC مون تقریبا میشه گفتش که قطعیه و منتظر موج 5 میمونیم که با چه شکلی تشکیل بشه. میتونه که این حرکت اینجا موج 1 باشه، بعد این 2 باشه و ما داریم میریم برای موج 3 بلند. اینایی که گفتم ریزموج‌های موج 5 قرمز رنگ توی پرانتز بود. باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. در بازار بورس آمریکا اتفاقاتی افتاد هفته گذشته و یه مقداری بورس آمریکا ریخت. دلیلش هم حالا اینطوری که عنوان کردن، من نمیگم ترکیدن حباب شرکت های مربوط به AI مثلا اینطوری عنوان شد، ولی ترکیدنی نبود، ولی یه مقداری اصلاح قیمت داد. یعنی شرکت های مرتبط با AI هوش مصنوعی خیلی رشد قیمتی زیادی تجربه کرده بودن و یه مقدار اینا اصلاح شد. یک موجی در بازار به وجود اومده و این خبرها رو دارن تو بازار میدن که
یه مقداری شرکت‌های بزرگ تجاری از هوش مصنوعی ناامید شدن، یعنی انقدر که روش حساب کرده بودن که جایگزین نیروی پرسنلشون و کارمندهاشون بشه، یه مقداری دارن اینجور بازخورد میدن که نه اونقدرها هم نمیشه هنوز روش حساب کرد و زوده. این خبر باعث شد که یه مقداری سهام شرکت‌های مرتبط با AI بیاد پایین و یه افتی رو ما در بورس آمریکا داشتیم. یه وحشتی ایجاد کرد که نکنه مثل حباب IT در سال 2000 هم این اتفاق افتاد. خوشبینی نسبت به IT خیلی زیاد شد، همه سهامدارای خرد هجوم آوردن به خرید سهام IT. سال 2000 این حباب ترکید و بورس آمریکا ریخت و دچار مشکلاتی شد. یه وحشتی هم توی مردم پیش اومد. الان این داستان روی هوش مصنوعی داره مانور داده میشه و حالا هفته گذشته اینطوری بود ولی بازار تا حدی کنترل شد. فردا باز مجددا من یه سری میزنم، شاخصهای بورس آمریکا رو نگاه میکنیم و خیلی ربط پیدا میکنه اون وقت به کار ما در طلا. ممکنه مجددا سرمایه گذارا بیان سمت طلا. شاخص DXY رو هم نگاه میکنیم، قدرت نسبی دلار، اونم یه مقداری ضعیف شده، میریم نگاه کنیم و به نظر میاد طلا نمیره سمت 3700-600. امیدوار بودم من که یک اصلاح عمیقی داشته باشه ولی چارت فعلا اینطور داره نشون میده. ما هم منتظر میمونیم، ریسک بالایی نمی کنیم و ببینیم که آیا قیمت بالای 4000 تثبیت میده یا نه. این تثبیت ها خیلی مهم هستن. توی طلای 18 ایار هم ما این رو خیلی روش تاکید داریم و روش حساس هستیم. تثبیت قیمت توی طلای 18 ایار فکر میکنم در ویدیوی قبلی صحبتشو کردیم و اونجا روی نمودار بهتون نشون دادم که روی ایار طلای ایار 18 ایران روی 10400 داره تثبیت میده. تثبیت میده یعنی چی؟ یعنی که مکرر قیمت به این محدوده میخوره به 10400 و دوباره میره بالا، انگار که بازار حمایت میکنه از این قیمت. یعنی وقتی میرسه به این محدوده خریدار زیادی وارد بازار میشه و قیمت مجدد بالا میره. از نظر روانی انگار بازار پذیرش قیمت‌های پایین‌تر نداره، به سمت 10 تومن که حرکت میکنه مجدد خریدار وارد میشه. یک بازی دیگه ای هم متصور هستن، اونم بحث دلاره که به لحاظ روانی اینطور شایع هست در بازار که طلایی که داره میره بالا دلارش رو میخوان نگه دارن روی همین محدوده 105-107 که به لحاظ روانی این هم تثبیت بشه و کم کم برای حرکت‌های بعدی آماده باشه. همیشه یک جهش قیمتی یک پایه قیمتی تثبیت شده احتیاج داره، یعنی یک فاز تثبیت یا یک فاز استراحت قیمت در یک محدوده رنج با زمان مناسب، با زمان طولانی. این کمک میکنه به اینکه قیمت بعداً بتونه راحت پرتاب بشه به سمت بالا. با هم میبینیم و بررسی میکنیم. امروز تا همینجا فکر میکنم کافیه. اونس جهانی طلا رو زیر نظر داشته باشید. خیلی خیلی اتفاقات اقتصادی دنیا رو برای ما روشن میکنه. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.